دخترم چی میگوید؟ اکنون باز امینه غیب زده است. ای خدا. خب این دخترم شاید امینه باشد. سلام، من شاهانه، همسایه نوتو. همسایه نومود خوش آمده. تشکر جانم، اما در این شب اول برق خاموش شده است. با فکرم در این جایها حیوانهای وحشی میگردن، میترسم. چطور به شما کمک کنم؟ آخر جانم، در این نزدیکی ها یکان استوی برق نیست؟ آخر من زنی تنهایم، در این تاریکی میترسم. در این جایها هیچ کس رو نمیدانم، کسی رو نمیشناسم. شاید از پیشم گرگ براید یا شغال یا شیر و پلنگ. من میترسم. استوی برق رو نمیدانم. اگر خواهید پدرم رفته میبینن. آخر جانکم، خودت میدونی در این جایها آدمون برای غیبت کردن بهانه میکوبند. یعنی مادرت ناراحت نشود. مادرم چند سال پیش وفات کردند. من و پدرم تنهاییم. هیچ کس ناراحت نمیشود اپا جان. ای خدایا، همین طور این خیل باشد. من انتظار میشم زود پدرت را فرست. بخیر است دخترم، با که این قدر پد داشتی؟ با همسایه نومان برق نداشته است. از شما کمک پرسید. کاری سبب از زود خودی اسباب پایم را بیار. پدر جان با دقت باشید، باز برق نزند. هیچ چیز نمیشود. باری اول نیکو دخترم. از من گفتن. ای مرحمت، در شدم. من برای تعمیر برق آمدم. ای بیایید. من به کجا آمدم؟ در آنجا یک کرسی باید باشد. کرسی. یافتم. کرسی را یافتم. اگر خواهید به من تکیه کرده و بالوهش بروید. نه من خودم حل میکنم. تشکر. شما شمع یا چراغ ندارید که من بینم؟ ای نیست. آخر من همین رزق چیدم. همه اسباب ها در قوطی ها جای گیرن. خیلیت در همسایگی همان یک مرد استا بوده. خیر که بوده است آن مرد؟ ای شما با فکرم شما برای برق مرا جغ نزدید. باید زودتر از اینجا گریزم. ای خوبه. خدا. حالتان خوب است؟ خوبم. خواهتیر نشوید. این طور باشد شناس شوید. سلام، برق خانه بهانه. از شناسایی شدم. سلام، کاری من تمام. کجا؟ یا خدا. ای بایا. چی شد پدر جون؟
هیچ چیز نشده است دخترم. در محکم کن. میآید دخترم. چی میآید؟ فلاکت میآید آسیا. برق همسایه رو تعمیر کرده؟ کاش تعمیر نمیکردم. این چه زن بوده است کوه بر این از پیشم برآمد. خودم را به زور نجات دادم. میفهمی؟ پوتی اسباب رو نآورده. آخر دخترم خودم را به زور نجات دادم. میگویم اسباب ها از کجا به خاطر میآید؟ صدقه سرمان. محکم کن. قلف کن. چی شد؟ خاطرت پریشان است؟ مادرم زنگ زده است. خیر در خانه دوگانه هم بودم. همراهش درس تیار کردم میگویی. امینه کلان شو اکنون. آخر در این سن و سال باید خودت قرار دهی. همین طور است. خودت میدونی که مادرم نصیحت شدن بازیق میشوند. هیچ کاری بد نمیکنی. تنها دلخوشی میکنی خلاص. به فکرم هر کس باید غمی خودش رو خورد. احوال اکاد معلوم است. بیبیت با کیف و صفای خودش مشغول است. تا دیروز مادر هم نداشتی. حالا باشد همه از سری راحت برآمده از تو حسابات میپرسن. به این هم تنها بودی امینه. تو به کسی احتیاج نداری و باید به همه این رو نشون بدی. انا باز اکام زنگ میزند. حالا هم چی گفتنت رو فکر میکنی؟ گوش میکنم اکا. امینه در کجایی دخترم؟ مادر جان. امینه در کجایی؟ چرا تلفنت خاموش بود؟ کنی زود جویت رو گپ زن اکاد رفته تو رو بیارد. حاجت نیست. همین که کارم تمام شد خودم میروم. در این نصف شب چه خیلی کار بوده است. تو در کجایی گپ زن؟ به من دید. الو امینه مرا دیوانه نکن. در کجایی زود بگو. در خانه دوگانه هم هستم. درس تیار میکنیم. چی شده است؟ تو بیا من به تو نشون میدم چی شده است. زود جایت رو بگو. حاجت نیست. کارم رو که تمام کردم خودم میایم. به من زنگ نزنید. انا همین قدر. اکنون همه فهمیدن که تو کودک نیستی. چی شد و چی گفت؟ هیچ چیز نگفت. تلفن رو برایم خاموش کرد. خدایا او دیوانه شده است. من میدونم که او رو چقدر هوشیار کنم مادر. حالا به خانه بیاید. چه شد؟ امینه اومد؟ نه یکا نه. بیایید مرحمت. امروز مشکلی ها پسی هم آمدند. شرف رو نجات دادیم، بازم این اش نیست. من باید به بیمارخانه رفته از احوال شرف خبردار می شدم. خواطر نشو فریده. دکتر احوالش خوب است گفت. ما کاری از دستمان آمده رو کردیم. حالا پدرم هم در فکرم نیست. در بالای سری و همسرش ایستاده است. فکر و خیالی من به امینه بند است. در خانه دوگانش بوده است. خانم رو بینیده کارش رو حل کرده بعد می آمده است. من انتظار شده نمیتوانم. در این نصف شب با چی کار مشغول است؟ آخر نه سروغه نه رقم تلفن هیچ چیز رو نمیدونیم. آن دوگانش کیست؟ امینه با صنم نام دختری زود صحبت میکند. شاید به او زنگ زنیم. رقم تلفنش رو از کجا مییابیم؟ یک چیز گویم، همان افسون چند سال امینه رو کلون کرد. شاید دوگانه هایش رو داند. نه راست میگویی اوسیا. او میداند. مادر به همان زنگ میزنید. نمیگوید که یک دختر رو صاحبی کرده نتونستید. آخر خودمون رو شرمنده میکنیم. اگر فرزند رو جستن شرمندگی باشد بگذار شوم. کنی زود به افسون زنگ زن. معلش مادر معلش. اما بعد نگفتی نگویید. گیرید زنگ رفت.
лабай ман фарида ҳозир вақти бо ту гап задан надорам. илтимос хомӯш накунед. ин хеле муҳим аст. амина имшаб ба хона наомад. ба хона як дугонаш рафтааст. мо суруғашро намедонем. фикр кардам ки шояд шумо ӯро медонед. номаш санам будааст. ин мушкилиҳои шумо кай ба охир мерасада? бо кадоме аз шумо машғул шавам? илтимос ба мо кӯмак кунед. танҳо рақами телефонашро мехоҳем. боз илтимос мекунанд. гӯш кунед. амина ҳоло хурд аст. дар ин соат дар хона набуданаш хуб нест. чандин сол ман бо амина якҷоя зиндагӣ кардам. ягон шабро дар берун рӯз накарда буд. ҳамеша аз аҳволаш хабардор будам. ба ҷои он ки аз паси марде ки туро дӯст намедорад гарди кӯдаконашро тарбия кунӣ. чӣ шуд модар? бо чӣ гуфтӣ тавбатон хира шуд? модар! ӯро инсон фикр кардам. гуфтам шояд номи аминаро шунида раҳмаш меояд ва ба мо кӯмак мекунад. ҳақ аст. ман духтарамро соҳибӣ карда натавонистам. як дақиқа. лабай ҷаноб. мошинамро омода кунед. хуб шудааст. тавбат хира менамояд. хубаш ман ба хона равам. боз ба сарам бало нахарам. духтарчаи хурд беиҷозати модараш ба берун баромадааст. ҳамин тавр не? охир ту намефаҳмӣ. аслан ту намефаҳмӣ. ақаллан чӣ қадар дӯст доштанамро мефаҳмӣ? дӯст медорӣ? агар дӯст намедоштам ба полис дурӯғ мегуфтам. танҳо барои туро хурсанд намудан акаатро аз ҳабс наҷот додам. ту чӣ? 1-2 соат вақтатро аз ман дариғ медорӣ амина. майлаш. апай фарида, шумо ягон гуноҳ надоред. худатонро беҳуда гунаҳгор накунед. амина ҷавон аст. баъзан чунин мешавад. модар чӣ кор мекунед? суруғаш ё ин ки рақами телефони ягон дугонаашро ёфтан мехоҳам. осия ба ман кӯмак кун. майлаш. ин китоби ҳамсинфаш. дар болояш алифгуле навишта шудааст. ёсин, ба шӯъбаи маълумотҳо занг зан. шояд рақами телефонашро пайдо кунем. зудтар писарам. маблағи ҳисобам тамом шудааст. гир писарам, аз телефони ман занг зан. ана ҳаминҷа исто. хонаатон дар ҳамин кӯча? каме поёнтар. ман дар ҳақиқат намефаҳмам. духтаре мисли ту дар ин ҷойҳо чӣ кор мекунад? ҳайф. сад ҳайф. майлаш. шаби хуш. хайр фаро охир. ман ҳамроҳи ту меравам. ба шабнишинӣ? чаро аз фикрат гашт? чунки ман ҳам туро дӯст медорам.
модар, ман ҳам бо шумо меравам. ту ба ҳеҷ куҷо намеравӣ писарам. ту беҳтараш ки дар хона шин. агар ҳамроҳам равӣ доду фарёд зада корро мушкил мекунӣ. ман бошам касеро озор надода аминаро гирифта меорам. مادرت درست میگوید یاسین. آخر خانه رو تنها نگذارید. شاید امینه آید. майлаш, ман бо шумо намеравам. аммо ваъда диҳед модар. агар ягон гап шавад, зуд ба ман занг мезанед ва ман ба наздатон меоям. майлаш? майлаш, ту хавотир нашав писарам. хайр. چی میگویی؟ در کجا میگردی؟ من 1 ساعت باز تو رو انتظارم. جایت را گفتن آمده تو را میگیرم. گوش کن، نقشه ها تغییر یافتن، فهمیدی؟ و من تا صبح مهلت ده. احمقی نکن پینار، چی خیلی مهلت؟ من جامدانم را گرفته بر آمدم. مایلش التجا میکنم اتاخیر. خریدی رو با یک اویله دادن. من جایش رو یافتم. حاضر فرصت یافته پیسرم رو میدوزم، فهمو؟ التماس مرا فهم اقرب. صبح بر وقت براه میبرایم، وعده میدهم. پینار تو مرا دیوانه میکنی. تا صبح انتظار میشم. اگر آمدی آمد، نه آمدی من رفتم. پسرم برای چی بچه ها در آمدی؟ ها؟ کنی گپ زن. دو روز پیش از چاه زنی را برآوردند. مرده است؟ تو رو میشناسی؟
کیست؟ آن زن کیست؟ یا اینکه پینار است؟ پسرم اگر یگان کار کرده باشی گپ زن. آخر کمیسر عزیز همه جا را کوفته ایستاده است پسرم. تلفنی من در کجاست مادر؟ پلیس گرفت. من محو شدم. محو شدم. مادر پسرم اگر یگان کار کرده باشی گپ زن پسرم. گپ زن تا علاجش را یابیم. نباشد تو را به حبس خانه میفرستند. مادر من پینا را کشته به چاه پرتافتم. اما با این احوالم نگرید. من در این جایم. بچه های کندم افتادم. چی شد آقای عکیف؟ یگان چیز هست؟ میابیم رفیق کمیسر، لیکن وقت لازم است. حالا چی یافتی؟ مرحمت گوش کنید. اما با این احوالم نگرید. من در این جایم. بچه های کندم افتادم. بچه های چقوری افتاده اید آقای شرف؟ کو بینیم از آنجا چطور رهایی میابید؟ ببخشید خانه سنم همینجاست؟ بله. من مادری همسینفش میشوم. او رو به اینجا جیغ زده میتوانید؟ یک دقیقه انتظار شوید خبر دهم. مادری همسینف خانم سنم آمده است. حاضر می آیم. شام بخیر دخترم. من مادری امینه. مادری امینه؟ امینه دوگانه نزدیک تو بوده است. سروغت رو از همسینفت الیف گرفتم. امینه به خانه نآمد و شما فکر کردید که او در خانه ماست؟ همین طور؟ امینه بالو همراهی سنم در سیور میکنم گفته است. تینگیه سنا؟ این زن کیست؟ مادری امینه است. باز دروغ گفته است که همراهی سنمم. دخترم امینه گفت که در خانه دوگانه هم هستم. من هم فکر کردم که شاید اینجا باشد. امینه اکنون با من دوگانگی نمی کند. یعنی او شناسایی نو پیدا کرده است. کی؟ اینش را از امینه میپرسید. فهمیدم. ببخشید که شما رو ناراحت کردم. شب بخیر. یک دقیقه. امشب امینه به شب نشینی رفتن میخواست. مرا همراهش دعوت کرد. اما من شبها از خانه نمیبرایم. برای همین دعوت را رد کردم. چه خیلی شب نشینی بوده است؟ تو جوش رو میدونی؟ خوش آمدید آقای سعید. خوش باشید. نقاب هایتان. چرا نقاب میپوشیم؟ چون که بعد این رو پوشیدن دیگر نه تو امینه ای و نه من سعید. هممون آزاد میشویم.
ایست خانم با کجا؟ دخترم در همین جاست. امینه او را میبرم. به این خانه به دعوتنامه در آمدن من است. برای بردن دخترم از تو اجازت پرسم کنی یک طرفی. خانم در نیمه شب سری ما را در بلا نمونه. روید دخترتان را در خانه انتظار شده. روید اکنون با کجا میرویم؟ باز با یگان جای دیگر. از اینجا دیده جای بهتر هست؟ هست حاضر میبینی. چی میخواهید؟ تو امینه رو میشناسی؟ من مادرشم. او در درون است. کدام امینه؟ در درون هم اشون امینه. روید اکنون خانم، آدمان را ناراحت نکنید. من به شما ناراحت کردن رو نشان میدهم. حاضر راست با پلیس میروم. رفته شکایت میکنم. میگویم که دختری 16 ساله هم را از من گرفتند. انا بعد میبینید. با کی خرمان زنگ زنه؟ بیا ما در این نیمه شب او را ناراحت نکنیم. مرا دستگیر میکنند مادر، حبس میکنند. آخر جسد هم یافت نشده است. این زن سری پنهانی است. در تلفن از پیش خودم هرچی گفتم میگویی. اینطور میشود؟ میشود. سرم گرنگ شد. عقلم در سرم نبود. همینطور گوی. آقای شرف. آقای عزیز. شام بخیر. خداوند شفا دهد. به خدا آمدید؟ آقای شرف، اصلا ما واقعی رخ داده را میدانیم، اما من میخواهم باز از زبان شما شنوم. برای همین آمدم. شرف این رو شنیده حیران شد. از هیچ چیز خبر ندارد. آن زن رو شنیده حیران شد. آقای شرف، شما در آن نوار گفتید که من پینار را پیدا کردم. آن زن پینار بود؟ بله پینار بود است. به شرف پیامی آمده است که پینار مرده است و جسدش در درونی چاه است. شرف طاقت نکرده به سر چاه رفته است. وقتی فرآمدنش بند کنده شده است و افتیده است. راست است آقای شرف؟ راست است. خیر، چرا با گرفتن پیام به ما مراجعت نکردید؟ چرا خودتان تنها رفتید؟ دام آخر دام گذاشتم. شما چرا پسر مرا ناراحت میکنید؟ رفته شخصی بند بریده را یابید، آن پیناری دردی سر را دستگیر کنید. پسرم را به حالش گذارید. آخر نمیبینید او بیمار است. خودتان را بسیار عذاب ندهید خانم نباهد. حقیقت دیر یا زود معلوم می شود. نوار ویدیویی را بچه ها تفتیش دارند. قریب تمام کردند. برای نتیجه اش را رسانیدن باز می آیم. خیر میلش، خدا شفا دهد. چشمت را از این آیله نکن. یگان نفرشان از شهر نباید برایم. خوب شد سردارم. خیر، با دقت باش. انتظار شو پسرم، من تو رو رها میکنم. آقای پلیس با من کمک کنید. جانی دخترم در خطر است. چی شده است خانم؟ در همین نزدیکی ها یک خانه هست، 2 کوچه پایان تر. در اونجا شب نشینی تشکیل کردند. دخترم رو در اونجا نگاه می‌دارند. با من اجازت نمیدهند که به اونجا در آمده دخترم رو گرفته به خانه برم. التماس با من کمک کنید. دخترتون چند ساله است؟ 16 ساله. نه 16 ساله است. کودک است. او را مجبوری در آنجا نگاه می‌دارند.
دختری من به این خیل جایها هیچگاه نمیرفت. کسی او را فریب داده برده است. آخر من مادرش میشوم، چرا اجازت نمیدهند که درایم؟ خانم راست به شعبه پلیس روید، در آنجا عریضه نویسید. برای در آمدن اجازت دهند آن وقت به شما کمک کرده میتوانیم. من آنقدر وقتی زیاد ندارم. رو به سری دخترم یکم فلاکت آید. ما طرز اجرای کار را گفتیم، اون طرفش کار شما. اکای کمال چرا به رفتن من مانع شدی؟ ساعت چند شد تا حال از مادرم خبری نیست. شیطان میگوید که شیطان چی میگوید؟ زن شکن سوسان همین طور. چرا کسی نمیگوید که دوست دار صاحبی کن ببخش؟ یاسین او خواهری تو میشود. چه خیلی که پدرت با تو مناسبت کرد تو با خواهرت چونین مناسبت داری؟ پسرم اگر تو میرفتی شاید یگان ناخوشی رخ میداد. خبوتر نشو او را صحبت کرده میویند. مگر استنبول را نمیداند مادرش شوکستنی با عقل است. بیا به خانه درو. بیا آسیه یک چای دم کند. بیا حیف همه این آمادگی ها برای چی؟ برای بی‌حیایی؟ انا همین خیلی جوانون. خاله کدامش آماده است؟ زودت آنها را به بالا برم، آدمان انتظارند. با من نگر. من به تو گفته بودم یگان کار برایت زنگ زن. تو چطور مرا به نزد چنین آدمان رزیل جیغ زدی؟ من شما را نفهمیدم. باز چه کار میخواهید؟ کارتون را کنید، طبق را شوید و پولتون را گرفته برآمده روید. با فکرم تو از کارهای در بالا شده بیخبری. مگر اینها انسانند؟ مگر این دلخوشی است؟ آخر دخترهای خرد رو به اینجا آوردند. برایشان نگاه کردم رحمم اومد. آدمان بی‌ناموس آنها رو به اینجا گرفته آوردند. اوف، پس شما چی؟ همه آنها پدر و مادر دارند. بگذار پدر و مادرشون غم آنها را خورند. من هم فرزند دارم، من هم مادرم. وجدانم نمیبردارد. آخر مرا فهم. نه من در اینجا کار کرده نمیتوانم. خاله چی کار میکنید؟ شد بس. گوش کنید خاله، کارتون را به آخر رسانید، بعد روید. با خدا اگر روید دیگر شما را جیغ نمیزنم. اصلا جیغ نزن. نان اینجا را خوردن نمیخواهم، فهمیدید؟ ابله پول خوب به دست می آورد. خواهر تو در اینجا چیکار میکنی؟ شما در همینجا زندگی میکنی؟ مرا گفتی؟ خدا پناه دارد. 2 ساعت به زور طاقت کردم. اکنون میروم. من آشپزم. در اینجا شب نشینی بوده است. این را شب نشینی نه، شرمندگی باید گوییم. چرا میپرسی؟ دخترم هم اینجاست. تو چرا او را به اینجا فرستادی؟ مگر من او را میفرستم؟ خودش برآمده است. من باشم در همه جای او را میکوبم. در اینجا بودنش رو از یک دوگانه‌اش فهمیده آمدم. ای وای، خیر در آمده بین. در نزدی در پاسبان گذاشتند و اجازت نمیدهند که کسی به درون درآید. التماس به من کمک کنید. من باید دخترم رو از اینجا گرفته برم. نخواد یگان راه نباشد. اصلا یک راه است تو، اما تو از کجا پیدا شدی؟ مرا اپای گلزار فرستادند. به شما آشپز لازم بوده است. با من زنگ زدن خانه‌ام نزدیک آمدم. ای خدا، خیر میلش، من به تخانه میفرایم. تو میوه ها رو آماده کرده به بالا برار، فهمیدی؟ البته خواطر نشوید، من میبرارم. ای خدا.
خیلی بد است. آخر تو با این خود چیزا عادت نکرده ای برای همین؟ با من چه شد؟ سرم تاب میخورد. امینه با درون دراب کمی استراحت کن. با خود بیو بعد تو رو میبرم. نه نمیشود، مرا مادرم میکوبد. اصلا تو رو مادرت این خیال بینه دیوانه میشود. کنی بیو رفتیم. تو استراحت کن. من یگان نوشاکی گرفته می آیم. زود می آیم. امینه 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 دخترم امینه رو ندیده؟ امینه رو نشناسید. او دختری من است. او کجا شد؟ او رو ندیده؟ امینه از آن داروها یگان تو مونده است؟ شما امشب همش را آب کرده نوشیدید. من از آنها استفاده نمیکنم مگر من دیوانه‌ام. امینه چی گپ است؟ امینه 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 خیز دخترم. تو چی کار کردی؟ چی کار کردی؟ جواب ده دخترم. مادر جان من هیچ کار نکردم. من رفتن میخواستم. مالش خیز دخترم میروی. بیا مرا دختر. این زن از کجا پیدا شد؟ یکزار دخترش را گرفته دفت شد. راست میگویی. با دختری من چی کار کردید؟ چی کار کردید؟ از خدا نمیترسید؟ مادر جان بس کنید. شو دخترم بیا رفتیم میرویم. Kaç yarım günlere döndüm, ufukta kaç güneş söndü, yüreğim kaç isyan gördü, seni hep bekledim haline. Kaç yarım günlere döndüm, به خونه شما
شما آمده استراحت ما رو ویران کرده، مثل فیلم های هندی. مادر آمده دخترش رو از اطلاق نجات داد. اول نقابت رو از رویت گرفته بعد با من گپ زن. چرا در پس نقاب پنهان میشوی؟ چرا رویت رو پنهان میکنی؟ از خودت شرم میداری؟ انا بین روی من کشوده، روی دخترم هم. اصلا این شب نشینی شما یک شرمندگی است. روزی میرسد که این نقاب های شما کارهای شما رو پنهان کرده نمیتواند. رفتیم دخترم. این الله عالم کی بالسماوات والارض انیه عالی بذات صدور. Kaçıyorum günlere döndüm, ufukta kaç güneş söndüm. Yüreğim kaç isyan gördüm, seni hep bekledim anne. Yüreğim kaç isyan gömdü, seni hep bekledim anne.
جان التماس من خواب روم. مایلش دخترم آهسته. حاضر اکد بیدار شده باز جنجال رو سر میکنن. مادر او رو از کجا یافتید؟ اینقدر وقت در کجا بوده است؟ در خانه یکم صنفش بیمار شده آمده نتوانسته است. بیمار شده است میگویید؟ من خواب دارم. تو چی نوشیدی امینه؟ ها؟ یاسین آهسته داد نزن. من همش رو به تو میفهمونم. شما نه مادر، شما نه، این دختر میفهموند. یاسین نزن وگرنه هیچ گفت تو رو نمیبخشم. جامدانها رو برو، هر لباسی داشته باشم و درونشون بار کن. خوب شد از خانم حاضر. میایی آخیر؟ میایم. خیریدین رو هم گرفتم. پینار این کودک دردی سرمان می شود. حالا که دیر نشده است او را در یگان جای گذار. پلیس کیها در جستجویش است. مرا نصیحت نکن. حاضر میایم گفتم. اوف آکیف کودستم چای سفارش ده. کلچه گرم آوردم. از کجا فهمیدید که دلم کلچه گرم میخواهد؟ کلچه بی پول نیست برادر. کو گبزن چیکار کردی؟ یک دو کار کردم اما نمیدونم با شما معقول میشود یا نه. کو نشان ده. کمیسر عزیز شما راست میگفتید. پینار زنده بوده است. من او را یافتم. اینش رو به این هم میدونستید. یک دو چیز است اما گویا دومش باشد. بعد درونم را حسی پشیمانی فرا گرفت. او را افسون گمان کردم. بعد به اینجا آوردم. تو درباره پینار گپ میزند. خیر باز چی؟ قسم آخرش رو برقرار کردم. درباره پینار نیست.
هیچ گم نه مان. فریده میدونی روزی که تو مرا با افسون دیدی من چی را احساس کردم شد خاموش کن. خیر تو کارات را دوام ده. گوش کن تو حتما از اداره کمک طلب کن. خوب شده سردارم چای نمی نوشیم؟ لازم نیست خودت نوش. رفیق کمیسر لابای واقعه رخ داده است. چی شده است؟ دیشب پسری پینو را از اویله که او را پسرخوان گرفته بود دزدیدند. زنی در چاه بوده پینار بود. او را شرف به چاه پرداخته است. ارهان اطراف خانه شرف افیگل را زیر نظارت گیرید. یگان پرنده در آنجا در نزند. از همه کارشان به من معلومات دهید. امینه بیهوده گریه نکن. اگر من سری وقت رسیده نمی رفتم چی؟ اگر به تو یگان ضرر می رسانیدند؟ چرا در باره خودت فکر نمی کنی؟ من کودک نیستم فهمو. دختری کلون شدم. من حق استراحت کردن را دارم. تو این را استراحت می گویی؟ اکنون همین طور است. چیکار کنم؟ من دختری کلون شدم. از برای خدا ناشکری نکن دخترم. به قدری چیزهای در دستمون بوده بیرس. به قدری چیزهای بوده همون بیرسم؟ شما درباره این ویرانه حرف میزنید یا اینکه درباره این دو جزدانی خالی حرف میزنید؟ یک بار به احوال زندگی ما نگاه کنید. دوگانه هایم با من گپ نمیزنند. مرا مسخره میکنند. تمام. اصلا باید این کارو کی ها میکرد. حالا هم سری به کجا میروید؟ به مکتب. حجتهایت رو میگیرم. دیگر با اون دوگانه هایت وو نمیخوری. از آنها به تو خیری نمیرسد. مادر جان التماس مرا از اون مکتب نگیرید. من در دیگر جا خوانده نمیتوانم. التماس. امینه شاید حاضر از من میرنجی اما بدتر میندور میشوید. با جای من خلاصه نبرارید. مرا به حالم گذارید. با عیب شما در نزد گناهایم شرمنده شدم. ای خدا. شرمنده شدم با گناهی تو شرمندهی کوچه بازار شدم. بعد آمدن آن زن همه برآمده رفته است. این همه صرف و خرجمان بیهوده شد. ابله من به تو نگفته بودم هوشت را به کار گیر؟ نگفتم که با آن دختر مشغول نشو؟ اکا من یک لحظه به بالا برآمدم. هر چی شده باشه همون وقت شده است. دو شو از نظرم. دو شو. چشمانم تو را نبیند. به من نگر. از تو هیچ چیز طلب ندارم. قرضت را در 2 روز میاری. به این هم از تو یگان فایده ای نیست. همیشه ضرر میرسانی. همیشه ضرر. اکا قسم میخورم جبران میکنم. این شب یک تاش رو نزدتون میارم. وعده میدهم. کنی نآورده هم بین. خودت میدانی اگر ناری چی میشود؟ البته میدونم اکا. میدونم. کنی دو شو. چشمانم تو را نبیند. گم شو. شما در کجا بدید؟ وقتی که زن به درون در آمد شما در کجا بدید؟ اکا ما در نزدیک در بودیم. پرنده هم نمی در آمد. اما این زن چخل در آمد نمیدونیم. ندیدیم. ما رو ببخشید. ابله ها اگر آن زن راضی میشد همتون را از کار پیش کرده او را به کار میگرفتم. به خدا حلالش باد. همتون را بازی دارنده دخترش را گرفته رفته است. آفرین. من به او قایلم. پسرم چرا یک روی کردی؟ آخر دکتر گفت چند روز دیگر باید خواب کنی.
حالا وقتی خواب رفتن نیست مادر. تلفن در دست کمیسر است. پیش از آن که قید را گوش میکنم من باید آن تلفن را بگیرم، وگرنه مرا باز حبس میکنن مادر. اینطور نگوی پسرم، اینطور نگوی. مادر این حقیقت است. برای آن تلفن را گرفتن شما به من کمک میکنید. بله بله البته. سلام خالای فریده. امینه امروز با مکتب نآمد. من خواطر شدم. چی واقعه شد؟ او را دیشب یافتید؟ یافتم دخترم، یافتم. در شب نشینی بود است؟ بله. او با کی رفته است؟ با سعید؟ سعیدش کیست؟ او دوست داشتهش؟ یا شما از این هم خبر نداشتید؟ دخترم این سعید کیست؟ کی میشد؟ پسری اوگایی خانم افسون. مادر جان. امینه؟ اکا؟ مادرم نیستند؟ نیستند. اکنون به دست افتادی؟ کنی گپ زن، در کجا بودی؟ در خونه دوگانه هم بودم، گفتم مادرم رو فریب دادی، اما من به اینها باور نمیکنم. در کجا بودی دیشب؟ همراهت کی بود؟ هیچ کس. در خونه دوگانه هم بودم. من میدونم امینه، حالا هم دروغ میگویی. خیر دانی به من چی؟ به من کاردار نشد. امینه این زبانت رو کنده میگیرم، فهمیدی؟ سرده این حیاتی من است، هیچ کس کاردار نشود. نه تو باز حیاتی خودت رو داری. حیاتت رو از دستت میگیرم. از این پس همراهی من به این خانه میداری و همراهی من میبری. هیچگاه فهمیدی؟ به من کاردار نشد. کار نگردون به من. من کودک نیستم. جانی تو رو میگیرم، میکشم. هم به تو، هم به مادرم، هم به این خانه نفرت دارم. زبانت رو کنده میگیرم. مرا به حالم گذار. درک شو. چرا در رو خون کردی؟ شو.